سلام به بچه گل چنل. میخوام یه سری حرف باهاتون بزنم. شاید برای بعضیتون سوال باشه که این عکس ها رو از کجا میاره، اصلا ما این کارتون رو ندیدیم. این حرفا برای بچه هایی که نمیدونن این عکس ها رو از کجا پیدا کردم. ببین بچه ها، یه سری انیمیشن ژاپنی هست که بهش میگن انیمه، بعد ایرانی اومدن دوبلش گذاشتن با زیرنویس فارسی شو. بعد این مرده که الان جلوی صفحه است شخصیت اصلی نیست، یعنی اینی که الان اینجا شخصیت اصلی داستان نیست، یه نارنجی شخصیت داستانه و انیمه های مختلفی هست. و بچه ها من اینو قسمت کاملش رو ندیدم، یعنی ببینید بچه ها انیمه ای که این یارو توش بوده رو کامل دیدم، ولی ببینید اون پسر کوچیکه بود اسمش ساسوکه بود، بعد من توی یکی از ویدیوم آورده بودمش. ببینید قسمت بعدیش فصلای بعدی با پسر شخصیت اصلی و دخترمونه. بعد ولی من چون اون زیرنویس بود دیگه نرفتم ببینم، واسه همین رفتم سراغ انیمه که خیلی بهتون توصیه میکنم اگه واقعا دوست دارین برین انیمه هایی که مثلا نمیدونم خیلی زیاد قسمت داشت باشون این حرفا رو ببینید. بهتون انیمه وان پیس رو پیشنهاد میکنم که راستی بچه اگه زیر 18 سال 18 سال هستین که برین مامان باباتون اجازه بگیرین، چون این فیلم ها مثبت 18 ساله. شاید پرسین سن خودم چنده، خب نمیگم، و اگه یک حساب بگیرم و خیلی کامنت بذاریم که اسم تو بگو یا سن تو اینا، حتما تو کامنت تا بنویسید. من میام همه کامنتاتون رو میخونم، پس بذارین. بچه اگه خواستین انیمه جدید معرفی کنم یا در مورد انیمه سوال داشتین حتما به من بگین. اسم چند تا انیمه هم میگم، همون وان پیس که بهتون گفتم، سولو لولینگ، جوجوتسو کایسن. با اجازهتون خدافظ.